مادری نابینای کنار بستر بیماری نشسته بود و گریه میکرد. فرشته فرود آمد و گفت: ای مادر، من از جانب خدا آمدم و رحمت خداوند بر آن است که یکی از آرزوهای تو را برآورده سازم. بگو از خداوند چی میخواهی؟ مادر گفت: من از پروردگارم میخواهم تا پسرم را شفا دهد. فرشته گفت: پشیمان نمیشوی؟ نه، گفت مادر. فرشته گفت: ببین که پسرت شفا یافته، ولی تو می توانستی بینایی چشم خود را از خدا بخواهی. مادر لبخند زد و گفت: تو مهر مادری را چه میدانی؟ روزها می گذشتند، سالها می گذشتند. پسر بزرگ شد، صاحب معلومات، آدم موفق و صاحب عائله. روزی از روزها پسر نزد مادر آمد، گفت: مادر، ما با همسرم به شهر میکوچیم و میخواهیم آنجا زندگی شایسته داشته باشیم. پناهت بر خدا. گویان ترک مادر کرد و رفت. مادری بیچاره گوشه نشست و مشغول گریستن شد. بار دیگر فرشته فرود آمد، گفت: ای مادر، دیدی که پسرت با تو چی کرد؟ حالا پشیمان شده ای؟ نه، پشیمان نیستم. فرشته گفت: رحمت خداوند شامل حال تو شده، می توانی آرزویی بکنی. میدانم که بینایی چشم خود را از خدا می خواهی، درست؟ مادر گفت: نه. فرشته با تعجب گفت: پس چی می خواهی؟ مادر گفت: من از پروردگارم می خواهم کلینم زنی خوب و مادری مهربان باشد تا پسرم را خوشبخت گرداند. من آخر دیگر نمی توانم نگهبان او باشم. اشک از چشمان فرشته سرازیر شد. دو قطره از اشکایش بالای دیده مادر گذاشت. مادر بینا گردید. هنگامی که اشک فرشته را دید، گفت: مگر فرشته ها هم گریه می کنند؟ فرشته گفت: بله. هنگام اشک می ریزیم که خداوند گریه کند. مادر باز پرسید: مگر پروردگارم گریه می کند؟ فرشته گفت: خداوند از شوق موجودی آفریده‌اش با نام مادر در حال گریستن است. هیچ کس و هیچ چیز را نمیتوان با مادر
مقایسه